سحرگاهان عیسی باز به صحن معبد آمد. در آنجا مردم همه بر وی گرد آمدند و او نشسته به تعلیم ایشان پرداخت. در این هنگام علمای دین و فریسیان زنی را که در حین زنا گرفتار شده بود آوردند و او را در میان مردم به پا داشته به عیسی گفتند: استاد، این زن در حین زنا گرفتار شده است. موسی در شریعت به ما حکم کرده که این گونه زنان سنگسار شوند. حال تو چه میگویی؟ این را گفتند تا او را بیازمایند و موردی برای متهم کردن او بیابند. اما عیسی سر به زیر افکنده با انگشت خود بر زمین مینوشت. ولی چون آنها همچنان از او سؤال میکردند، عیسی سر بلند کرد و به ایشان گفت: از میان شما هر آن کس که بیگناه است نخستین سنگ را به او بزند. و باز سر به زیر افکنده بر زمین مینوشت. با شنیدن این سخن آنها یکایک از بزرگترین شروع کرده آنجا را ترک گفتند و عیسی تنها به جا ماند با آن زن که در میان ایستاده بود. آنگاه سر بلند کرد و به او گفت: ای زن، ایشان کجایند؟ هیچ کس تو را محکوم نکرد؟ پاسخ داد: هیچ کس ای سرورم. عیسی به او گفت: من هم تو را محکوم نمی کنم. برو و دیگر گناه مکن.